من خیلی نگران روحیتم. تو این شرایط فقط ریتویک میتونه کمکش کنه. باید رو حرفش بمونه. نمیدونم مشکلش چیه. فقط باید به خاطر شیتا ازش کمک بخوام. سلام، حالا منجید. وای خیلی از دیدنت خوشحالم. امیدوارم همه چی خوب باشه. چی کار کنم؟ خیلی سرم شلوغ بود نتونستم ببینمت. یادم رفت بپرسم پالاک بهت گفت کارت عروسی ریتویک و آنایا رو آماده کنی؟ بله خاله بهم گفت، منم آمادش کردم. واقعا؟ آره. خوبه دخترم، میخوام کارت عروسی روحیت و شیتا رو هم درست کنی. الان طرحشون رو بهت میگم. صبر کن عزیزم، الان برات میارمش. اول قهوه‌تو تموم کن. آی سرم خیلی درد میکنه. باشه دخترم. چه بچه‌های فعالی، بس دیگه برین بخوابین که فردا برای جشن سرحال باشین. بازیم تمام میشه دیگه. نه یالا پاشین بریم بخوابین. ببین دخترم خوابش برده. ریبا برو تو اتاقت بخواب. پاشو پاشو پاشو، زود باش زود باش، پاشو پاشو. اون ناسلامتی ما زنشون عزیزم خب دلم برای دوتاییمون تنگ شده. ریشا و سانچی چقدر همدیگر رو دوست دارن، اونقدر همدیگر رو دوست دارن که خودشونو فراموش میکنن، ولی میدونی همه اینا بیفایده. منظورت بچه است؟ آره خب 3-4 سال ازدواج کردن ولی هنوز بچه دارن. مطمئنم اینا دارن راجع به ما حرف میزنن. به چیزای دیگه اهمیت میدن غیر از این که بچه دوست داشته باشن. دوست دارن از زندگی لذت ببرن. ببینشون تاری زمان ما خیلی چیزا برای دخترها ممنوع بود. نمیتونستن جایی برن نه جایی بیان. ای کاش تو این دوران به دنیا می اومدم. دوست دارم لباس کوتاه بپوشم و خوشگل به نظر بیام. میفهمی که ببین شیوی چی کار میکنه. برداشت افتر شیو ریخته رو کیکمون. افتر شیو واقعا شیوی؟ خودت گفتی نظرم کیک بخوره. با این حال بازم خورد. باشه ریتویک با خودت رو راست باش. تو الان داری با آنایا ازدواج میکنی و پالاک داره میره بمبئی. پالاک میره بمبئی؟ باور کن اونجا کار پیدا کرده. شنیدم رفته اونجا که مستقل بشه. اینا رو بهت نگفته ریتویک؟ چرا باید بگه؟ اون آزاد هر کاری دلش میخواد بکنه. در حال خودش انتخاب کرده. خوبه که داره میره بمبئی. ولی تو پس کجا بودی؟ آقا و خانم بیار رفتن. ما فقط یکم رفتیم بیرون. داداش چرا از جشن رفتی؟ چه شده؟ حتما آنایا خیلی ناراحت شد. ریبا ریتویک و آنایا بچه نیستن. زندگی خودشونه، نباید دخالت کنی. مسواکتو تو دستشویی بزن نه اینجا. خواهش میکنم برو. آمان تو هم برو استراحت. باشه. شب بخیر. شب بخیر. ریتویک میدونم آنایا خیلی تو رو میفهمه. با هم تفاهم دارین ولی نباید فکر کنی که هر رابطه ای فقط وقت گذروندن پسرم. برو استراحت کن. باید با آنایا حرف بزنم. باید بهش بگم با پالاک چی کار کردم. نباید همچین چیزی ازش مخفی کنم. سلام. سلام. ببین میخوام با حرف بزنم. خیلی مهمه. بیام پیشت؟ همه چی خوبه؟ آره همه چی خوبه ولی میخوام با حرف بزنم. باشه خوبه، تو نیا من میام. طراح لباسم اومده تو باید اندازم رو بگیره. بعدم با حرف میزنم. خیلی خوب باشه منتظرتم. میبینمت. خدافظ. نمیخوای استراحت کنی؟ نه مامان آنایا داره میاد. میخوام راجع به موضوع مهمی باهاش حرف بزنم. روحیت؟ حال روزا کجا بودی پسرم؟ هیچ اداره مالیات داشتن تحقیقات همیشگی رو میکردن. شیتا منتظرم بود و وقت نشد باهاش حرف بزنم. موبایلمو ازم گرفتن و بعدش هم خاموش شد. چی؟ مراقب باش جواهرات نداشته باشی. مامورای مالیات حواسشون بهمون هست. ببخشید برادر، تو این خونه دوتا عروسی واسه همین ماما خوشگل شد. راستی خوب شد مشکلای مالیاتی حل شد وگرنه بعد با شیتا میرفتن. داستانو بهش گفتی؟ آره بهش گفتم. بالاخره روزش فرا رسید. بذار ببینیم چی پیش میاد.
تا نیم ساعت دیگه 2 تا قهوه بیار اتاقم. چشم. خوبه. 2 تا قهوه؟ آدم حتی قبل از خواب 1 فنجون هم نباید بخوره. تو برای چی 2 تا خواستی؟ آنایا داره میاد. میخوام باهاش حرف بزنم. واسه همینم خواستم 2 تا قهوه بیارم. آره حتما باشه، هیچ مشکلی نیست. شب بخیر بابا. دیدی مامتا؟ بهت گفته بودم که اگه تو زندگی شریک خوب داشته باشی زندگی قشنگ میشه. ریکی الان 2 تا فنجون قهوه سفارش داد و میخواد با آنایا بشینه. 2 تا فنجون قهوه. من بچه‌هامو بیشتر از هر چیزی تو دنیا دوست دارم. شیویش، آنایا، ریشا و ریوا. ولی راستشو بخوای ریکی برای من یه چیزه. نمیخواد چیزی رو بهم توضیح بدی. راستش هر وقت ریتویکو میبینم یاد بچگیاش میافتم که داشت سعی میکرد مادرشو از رفتن من کنه، ولی برای اون اصلا مهم نبود و چون پول نداشتم منو ترک کرد و رفت. به پسرمون نگاه کن، ببین چقدر خوشحاله. ازدواج کرده و بعداً قراره پدر بشه. اون تو زندگیش مستقل شد. من همیشه نگران ریتویک بودم چون نمیتونست عشق واقعیش رو تو زندگی پیدا کنه و باید تنها میموند. همه تو زندگیشون حداقل یه بار عاشق میشن. خودتو ببین، تو کسی که عاشقش بودی و از دست دادی، بعدش تقدیر کار خودشو میکنه. وایسا و ببین ریتویک چجوری عاشق میشه. من مطمئنم. ببین مامتا، وقتی اینجوری میگی من باید برم رقص مخصوصم رو اجرا کنم و براش دنبک بزنم. الان نه. چطوری داماد آینده؟ همه چی خوبه؟ خوب گوش کن. اگه استرس داری این کاملا طبیعیه. همه جوونا اینجور موقع همین حسو دارن. منم مثل تو ترسیده بودم و نمیخواستم ازدواج کنم. فکرشو نمی‌کنی چقدر ترسیده بودم. واقعا؟ داداش از یه چیز دیگه ناراحتی ها؟ نه چیزی نیست. من برادرتم، میتونی با هم درد دل کنی. مثلا خودم و سانچی، ما 2 تا هم قبل از ازدواج خیلی ترسیده بودیم. خب هر 2 تامون رفتیم پیش مشاور، خیلی بهمون کمک کرد. واقعا به درد خوره. این چه حرفیه؟ چرا باید برین پیش مشاور؟ همه کنارتون بودن. کنارمون بودن ولی نه همیشه. مامان و بابا کنارت بودن. یادت اون دفعه اومده بودن پیش تو لندن؟ وقتی برگشتن همه چی حل شده بود. تو واسم بهترین داداش دنیایی. به همه چی اهمیت میدی. چرا بحث رو عوض میکنی؟ درباره خودم حرف نمیزدم که موضوع تویی، تو آنایا. فهمیدی؟ ببین شما جفتتون کاری هستید. این برای کار خیلی خوبه ولی ازدواج فرق داره. توش احساسات هست. میفهمی چی دارم بهت میگم؟ بعد از ازدواج همه میرن سراغ زندگیشون و شما میرین سراغ زندگیتون. شما برای هم مهمترین میشین. اینو یادت باشه. میفهمم چی میگی. واسه همینم به آنایا زنگ زدم تا بیاد اینجا باش حرف بزنم. اوه، باش بشینی و حرف بزنی. وای ریوا، وبسایتت خیلی قشنگه. دیدگاهت واقعا خیلی خوبه. از نظراتی که درباره خانواده و روابط میذاری واقعا خوشم میاد. واقعا؟ باور کن. ولی فقط یه سری اشتباه کوچیک تو شمارش داری. با این حال خیلی خوبه. به نظر من آینده تو نوشتن کتاب با این موضوعه. کتاب؟ فکر بعدی نیست. واقعا؟ فقط روی نقاط قوت تمرکز کن و از نوشتن لذت ببر. نقاط قوتم چیه؟ نقاط قوتت اینه که تو از بچگیت فضول بودی. همه چی رو درباره مردم میدونستی. مثلا هر دختری که تو مدرسه حامله میشد، یا کی با کی در ارتباطه، کدوم دختر مریض شد. تو خونه درباره همه کس سوال میپرسیدی. مادر بزرگ امروز شیرینی خورد، بابا امروز سیگار کشید، دختر خاله فلانی چیکار کرد، دختر عمه این یکی با کی داره ازدواج میکنه، پسر اون یکی با کی قرار گذاشته. میدونی چی میگم؟ این نقاط قوت منه. چرا فکر میکنی من آدم فضولیم؟ نه منظورم این نبود. چیزی که میخوام بگم اینه که تو جنبه‌های مثبت خودتو نمیبینی. تو از هر کسی دیدگاه‌های مختلفی داری. درباره همه خیلی میدونی. این چیزا باعث میشه نویسنده خوبی باشی. تو استعداد خوبی داری. یعنی اگر به تلاشت ادامه بدی من مطمئنم سری تو سرا در میاری. عجیبه. تو واقعا درجا میتونی سیاه و سفید کنی. خیلی خوب میتونی آدمو قانع کنی. خوبه.
از الان شروع میکنم. فعلا. خدافظ. ممنون. برای چی؟ خب تو همیشه بهم آرامش میدی. به من اعتماد به نفس میدی. میدونی داداشم ریتویک و ریشاب خیلی موفقن و خیلی تو کارشون پیشرفت دارن، جوری که من احساس میکنم خیلی احمقم. اینجوری هم نیست. ای بابا برم کن دیگه. ولش کن. شورش در جفتتون دیگه. دیوانه شدی. با من دعوا میکنی. ولش کن دیگه. اذیت میکنه. چرا انقدر شیطونی میکنی؟ ببینید چی کار کردی؟ ببخشید معذرت میخوام. بفرما. میبرمت دستشویی بتونی صورتتو بشوری. شما برید تو، من میبرمش. برید از اینجا برید ببینم. برید. ببخشید خواهر. خیلی معذرت میخوام. من از طرفشون خیلی ازت معذرت میخوام. بفرمایید دستشویی سمت چپه. راستش میخواستم در مورد موضوع مهمی با ریتویک حرف بزنم. میرم از دستشویی استفاده میکنم. امیدوارم خونه باشه. آنایا هم داره میاد. ریتویک میخواست باش حرف بزنه. اگه پالاکو ببینه میپرسه چرا اومد اینجا. چه خبره؟ دستشویی کجاست؟ خانم ما اینجا یکم مشغولیم. میتونید از دستشویی کتابخونه استفاده کنید. باشه ممنونم. خواهش امیدوارم اتفاقی بین آنایا و ریتویک و پالک نیفته. عزیزم. بله. من رمز موبایلمو یادم رفته. میتونی برام بازش کنی؟ بله حتما. این دکمه رو بزن روی کلمه موافقم کلیک کن. اینجوری باز میشه. اینا دیدی؟ خوبه؟ باشه مرسی. خواهش میکنم. بله آنایا. ریتویک کجایی؟ من رسیدم. من تو کتابخونه. باشه اومدم. صبر کن. طراح لباسای جدیدی فرستاده. اگه ببینیشون دیوونه میشی. اول باید ریتویک رو بعداً ببینم. میبینیش. کارمو 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. بیا خیلی خوشت میاد. تو اینجایی؟ میخواستم با حرف بزنم. راستش خوبه که اون تویی، چون نمیخواستم باهات رو در رو بشم. تا الان رابطه ما جوری بوده که حقیقت رو به هم گفتیم و چیزی از هم دیگه مخفی نکردیم. من پالاکو بوسیدم، ما هم دیگه رو بوسیدیم. آنایا من میدونم این حرف اذیتت میکنه، ولی تو فقط یه چیز ازم خواسته بودی، این که با جزئیات تمام حقیقت رو بهت بگم. منم حقیقت رو گفتم، ما هم دیگه رو بوسیدیم. مطمئنم که الان ازم بدت میاد و میدونم که حقمه، ولی خیلی اتفاقا افتاد. گروگانگیری، درگیر شدن، دزدی. این اتفاق لحظه‌ای بود، ولی برای من هیچ حسی نداشت. اصلا برام مهم نبود. واقعا؟ خیلی خوبه. میخواستم همینو بدونم. الان دیگه راحت شدم ریتویک. فقط یه دوستی میخوای، همینو بس، نه هیچ چیز دیگه. یعنی این اتفاق
برای تو مهم نیست؟ معلومه که برام مهم نیست. تو فکر کردی درباره اتفاقی که افتاد من جدی بودم؟ میخواستم راجع به اون اتفاق حرف بزنم ولی وقت نشد. من اشتباه کردم. هر دومون جوری رفتار میکردیم که انگار یه چیزی بینمون وجود داره ولی هیچی بین ما نیست. واقعا؟ تو هم میخوای ازدواج کنی دیگه؟ من خیلی خوشحالم که تو با آنایا صادقی و اون خیلی خوششانسه که تو رو داره. اون اتفاق برات مهم نبوده دیگه مگه نه؟ هرچی که بوده تموم شده. برای هر دومون جدی نبوده. من دارم حقیقت رو میگم پس لزومی نداره به آنایا بگی. همین. درسته. اون بوسه برام مهم نبود. اصلا این اتفاقا برام مهم نیستن. از اونجایی که هیچ عشقی بینمون نبوده چرا آنایا رو اذیت کنیم؟ درسته؟ درسته. ریتویک کجایی؟ ریوا پایین داشت با من حرف میزن. داریم درباره من حرف میزنین آره؟ راستش شیتا خیلی نگران روحیته. روحیت موبایلشو جواب نمیده. اون الان حالش خوبه. کل روزو درگیر ماموره مالیات بوده. خدا رو شکر. اومدم مطمئن شم. به شیتا بگو لازم نیست اصلا نگران باشه. روحیت میگفت اینا کارای معموله، چیزی نیست. یه لحظه ریتویک، تو میخواستی راجع به همین موضوع حرف بزنی؟ آره من دیگه دارم میرم. ببخشید که اومدم اینجا مزاحم شما شدم. مشکلی نیست. نه نمیخواستم راجع به این موضوع با حرف بزنم. داری زن من میشی. خودتو خوب آماده کن چون به جز موضوع روحیت و شیتا خیلی حرفای دیگه هست که بخوایم با هم بزنیم. باید برای خیلی کارا آماده بشیم. آره خوشحالم که اینو میشنوم. منم خوشحالم که اینو میشنوم. بچه ها من دیگه میرم. ببینم چی میخواستی بگی؟ بیا باشه. پالاک تو خوبی؟ آره خوبم ممنونم. با ریتویک حرف زدی؟ آره باهاش حرف زدم. آره حرف زدم. الان دارم میرم دیگه. پالاک آمان اومدم.
پالاک چرا اومده بود؟ همه واقعیتش مادرش درباره جشن چند تا سوال داشت، اما نمیدونم چرا ناراحت بود. چرا؟ واقعیتش پالاک میخواست یه نمایش برگزار کنیم، ولی بهش گفتم وقت نداریم. برای همین نمایش رو کنسل کردیم. اشاره فکر خیلی خوبی بود. ما وقت زیادی داریم، حداقل میپرسیدی. ولی الان که رفت. اشکالی نداره، فردا صبح منو ببر خونه مالجیک باشه. اما نداره دیگه. واقعا ریتویک تو منو تا اینجا آوردی تا همینو بگی؟ میخوای این دوتا اتاق رو با سلیقه خودم تزیین کنم؟ میدونی بعضی وقتا خیلی بامزه میشه. تو قرار عضوی از این خانواده باشی. باید کاری کنم احساس راحتی کنی. راحت باشم؟ خودت خوب میدونی که من توی این خونه بزرگ شدم ها؟ ببین ازدواج معنیش این نیست که خودمونو عوض کنیم. معنیش اینه که خودمونو همون جوری که هستیم قبول کنیم. درسته؟ سلام شیتا، من دارم میام پیشت. میام اونجا حرف میزنیم. من پالاکو بوسیدم. این اتفاق لحظه‌ای بود، ولی هیچ حسی برام نداشت. اصلا برام مهم نبود. پالاک، خیلی ازت ممنونم. کم مونده بود به بابام زنگ بزنم و بهش بگم چی شده. لازم نیست. من با آنایا حرف زدم، گفت همه چیز خوبه. تمام مشکلات مالیاتی حل شده. نگران نباش. الان باید بهش زنگ بزنم. نه، زنگ نزن. نه، صبح سر کار بود و خسته است. بعداً بهش زنگ بزن. ولی این اتفاق هنوز تموم نشده. باید به منم میگفت. میدونم. بهت نگفت چون دلش نمیخواست که بهت استرس وارد کنه. آره شاید. روحیت خیلی مهربونه. خیلی خوشحالم که دارم باهاش ازدواج میکنم. نمیخوام از دستش بدم. نمیخوام مجبور شی عشقتو از دست بدی. عشق به آسونی پیدا نمیشه. دیگه باید برم فعلا. پالاک. بله؟ یه چیزی بگم. مشکلت چیه؟ من میدونم یه چیزی شده. به من بگو. چه مشکلی؟ همه چیز خوبه. واقعا؟ پس چرا رفیق من برای ازدواجم خوشحال نیست؟ معلومه که خوشحالم. خیلی دیوونه ای. از صبح بهم استرس دادی و این ور اون ور فرستادیم. ازم میخوای برات برقصم؟ پالاک میدونی چیه؟ من خیلی برای جشن فردا هیجان دارم. خیلی هیجان دارم. دیوونه. بابا امروز مامورای مالیات واقعا خستم کردن. به شیتا یه پیام میفرستم. بعدش هم میرم میخوابم. بهتره بخوابی پسرم. فردا روز جشن توه و قراره خیلی اتفاقا بیفته. شب بخیر. شب بخیر مامان. شبت بخیر. مامانی چیه؟ 2 تا لیوان؟ یعنی تو صداتو بیار پایین. نمیخوام بابا چیزی بفهمه. بسه. فردا 2 تا عروسی داریم. من خیلی استرس دارم. واقعا باید یه لیوان بخورم. خیالت راحت، بابا نمیفهم. بابا حتی نفهمید تو جشن قبلی داشت یواشکی میخوردی. چی؟ خب تشنم بود. بعدش من میدونم همه دخترها این کارو میکنن. چرا فقط من نکنم؟ چیم کمتره؟ خیلی خوبه مامان. عالیه. من میرم بخوابم. عزیزم شبت بخیر. بگیر عزیزم. ممنونم. 2 تا لیوان؟ چی میخوری؟ نوشابه. به سلامتی. سلامتی. فردا روز خیلی قشنگ و باحالی میشه. جشن فردا فراموش نشدنی. چرا وقتی بهت گفتم فرار نکردی؟ داشتم حواسشون رو پرت میکردم. تنها نمیذارم پالاک. هیچ وقت. باید برای خیلی از کارا آماده بشی. آره خیلی خوشحالم اینو میشنوم.
منم خوشحالم که اینو میشنوم. اینو سریع بذار اونور، هنوز بر نگشته خونه. ببین حتما یادش رفته امروز جشنه. باشه الان دارم بهش زنگ میزنم. یه لحظه صبر کن. پالاک بله خاله. چرا همش داری فرار میکنی؟ چی شده؟ هیچی خاله جون، فکر یلکی. شما به هم بگید چرا همه ی دخترها خیلی احمقن؟ چرا ما مثل مردا نیستیم؟ اونا سری با قضیه کنار میان انگار هیچی نشده، ولی ما کوچکترین احساسا رو جدی میگیریم و تبدیل میشه به یه عشق بزرگ. همچین چیزی نیست دخترم. واقعیتش اینه که ما خانما گریه میکنیم و راحت میشیم و تموم میشه، ولی مردا همه چی تو خودشون میریزن. همه اینجوری هم. پالاک من فکر میکنم ما از این نظر خوششانسی. ای اون گلای طبیعی کجاست؟ خانم باید اونجا رو تمیز کنی، اینا رو کارا رو تموم کردیم. آخه بالاخره تموم شد. جشن آنایا و ریتویک باید دیوونه کننده باشه. این جشن رو هیچ کس نباید فراموش کنه. یه چیز دیگه، هر دو خانواده عروس و داماد باید گریه کنن. اگه گریه کنن یعنی جشن موفقی بوده. آخه چرا باید همشون گریه کنن؟ تو چه میفهمی ها؟ یه فرصت داریم اجازه بدیم خانواده داماد گریه کنن، نه؟ چون اگه جشن با احساس بیشتری برگزار بکنیم همه مردم یادشون میمونه و من قرارداد بیشتری میبندم. درسته؟ این جشن مجانیه؟ یادته؟ تو نذر کردی اگه ازدواجی بدون مشکل برگزار بشه یه جشن رایگان انجام میدی. این چیزا رو خیلی خوب یادت میمونه نه؟ باشه. عروسی شیتاب و روحی تو مجانی انجام میدم، ولی عروسی ریتویک رو 2 برابر قیمت میگیرم. تو یادته ریتویک چی کار کرد؟ پالاک این داری چی کار میکنه ها؟ پالاک دخترم از ریتویک پرسیدی چه گلی رو دوست داره عزیزم؟ مامان چند بار باید بهت بگم منو وارد این کارا نکن. فکر کردی تو زندگیم کاری جزئی ندارم؟ دلیلی نداره اینقدر عصبی بشی. الان کجا داری میری ها؟ سلام خانم مامتا، خیلی خوش اومدین. سلام. کی اومده؟ همه کارا رو انجام دادین؟ بله همه چی آماده است. ازتون معذرت میخوام چون الان باید برم شیتا رو بیارم. زود برمیگردم. خیلی خوش اومدین، افتخار دادین. بفرمایید. عمه پالاک کجاست؟ پالاک تو اتاقه. بفرمایید راحت باشین. زود باش، مهمون داریم. چای و شیرینی رو بیار. معلومه خیلی مشغول آماده کردن عروسی خانواده ما هستی. خیلی ازت ممنونم. تو تنها امید مایی. پالاک تو اتاقه. رفته تو اتاق. عروسی ریتویک برای من خیلی خاصه. میخوام برای خودم و خانوادم خیلی خاص و خوب برگزار شه. راستش پالاک دیشب اومد پیش ما و گفت برای جشن یه فکرایی داره. بهتون گفت؟ آره درسته. چیزی که میخواد بگه اینه که فکر پالاک خیلی خوب بود ولی فکرای عمه مانجیت خیلی بهتره. خیلی بهتره. میدونم فکرای خانم مانجیت خیلی عالیه ولی پالاک یه فکر خوبی داشت و من خیلی دوستش داشتم. خودش گفت. من یه لحظه اصلا نمیدونم چه فکر کرده. ولی یه چیز دیگه، میخواستم چند تا سایت برای آماده کردن گل بهت نشون بدم. موبایلم توی ماشینه، بیارش. امیدوارم پالاک خوب داستانو جمع کنه وگرنه گن بالا میاد. پالاک گفت میخواد یه نمایش کمدی انجام بده و همه خانواده تو شرکت کنه. واقعا پالاک دیشب اومد خونه‌تون، دختری یه جوری برخورد میکنه انگار اصلا به کارم اهمیت نمیده ولی داره به همه چی فکر میکنه. آره میدونی چیه؟ دخترم به من رفته. بفرمایید چایی نوش جونت. آره الان صداش میکنم. یه لحظه. پالاک کو؟ پالاک چی شده ماما؟ اینجا دیشب رفته خونه خانم مامتا تا فکرتو درباره جشن بهشون بدی. چرا به من نگفتی؟ زود باش بیا اینجا. اومد خدمتتون. سلام پالاک. ببینم دیشب بابت جشن اومده بودی خونمون؟ نه راستش برای یه موضوع دیگه اومده بودم اونجا. فکر کنم اوضاع یه خورده به هم ریخته. این عروسی ریتویکه. من میخوام برای ریتویک کار خاصی بکنم. چند تا ایده بهمون بده.
راستش اگه ریتویک اینجا بود و تلاش زیاد شما رو واسه اینکه عروسیش خواست به نظر بیاد و میدید، به خودش و شما افتخار میکرد. اون از بچگی آرزوش همین بوده، عشق مادری. پالاک، میخوام یه چیزی ازت بپرسم. تا حالا ریتویک درباره گذشتش با تو حرف زده؟ درباره گذشتش؟ طبق شناختی که من ازش دارم میدونم که خانواده‌ش رو خیلی دوست داره. چیزی به اندازه خانواده براش مهم نیست. رابطه مادر و پسری خاص‌ترین چیزیه که میتونه برای اون باشه. برای همین فکر میکنم اگه داستان رابطه شما با ریتویک رو بازسازی کنیم و بتونیم نشون بدیم که چطوری شما وارد زندگی اون شدین و مادرش شدین، خیلی جالب باشه. میدونیم واقعیتشون همیشه درباره پدرش حرف میزنه، ولی میدونم پناهگاه واقعیش فقط شما هستین. جایگاه ویژه‌ای دارید و این یعنی عشق مادری. آره خیلی خوبه. چی کار کنیم بهترین روز زندگیش باشه؟ من یه فکری دارم. اون همه چی خیلی خوب آماده کرده. راستش فکر نمی‌کردم تو این زمان کوتاه اینقدر خوب کارش انجام بده. گوش میدی؟ از یه طرف عروسی داریم، از طرف دیگه با اداره مالیات مشکل داریم. واقعا خستم کردن. گوش میدی داداش؟ داداش؟ میشنوی؟ داریم میریم خونه؟ قبلش میریم یه جای دیگه. کجا؟ همه تو خونه منتظرمونن. هر جا که دوست داری برو، ولی قبلش منو برسون خونه. باشه باید آماده بشم. تقریبا 2 ساعت طول میکشه تا نه که بارایش خیلی خوشگل میشی؟ چرا میخوای وقت رو هدر بدی؟ این چیزی که گفتی اصلا خنده‌دار نبود. خیلی هم خنده‌دار بود. ساکت شو، منو برسون خونه. اصلا خنده‌دار نبود. نه باشه میرسونمت. روحیت کجا داریم میریم؟ داداش این یه سورپرایزه. آروم بشین تا ببینی کجا میخوام ببرمت. از فکر پالاک خوشم اومد. آره فکر خوبیه. حتی منم از فکرش خوشم چرا اومد. دیشب پالاک اومد خونمون؟ مامان واقعا نمیدونم. به من دروغ نگو. پالاک درباره مادر ریتویک میدونه مادر اصلیش ترکش کرده. چجوری پالاک اینا رو میدونه؟ ریتویک بهش گفته؟ میخوام بدونم ریتویک چقدر به پالاک نزدیک شده. مامان من واقعا چیزی نمیدونم. فکر کنم یه سری سوء تفاهم‌ها بینشون بوده که بین همه دوستا اتفاق میفته. چیز مهمی نیستش اصلا. نگران نباشی. مطمئنی اونا فقط دوستن و چیز دیگه ای نیست؟ دارم حقیقت رو میگم. من واقعا نمیدونم. اصلا یه کاری بکن، از خود ریتویک بپرس. آمان از ریتویک چی باید بپرسم؟ نمیدونم. ببخشید. به من دروغ نگو آمان. مجبورم برم از ریتویک بپرسم. نه یه لحظه خانوم، من همه چی رو بهتون میگم. راستش دیشب من به خاطر شیتا اومدم خونه شما. روحی تصب با مسئولین مالیاتی بود و شیتا چیزی نمیدونست و واقعا نگران حالش بود. واسه همین ازم خواست بیام پیش ریتویک و بپرسم که چه اتفاقی افتاده. میتونستی راستشو بگی. ارزششو داشت بهم دروغ بگی؟ حق با شماست، ولی من پیش خودم گفتم شما خیلی خوشحالین برای عروسی. هیجان زده اید. اصلا دلم نمیخواست نگرانتون کنم. به خاطر همین بهتون دروغ گفتم که پالاک اومده ایده‌هاشو برای جشن سانجید به ما بگه. به خاطر همین گفتم. نمیخواستی منو نگران کنی نه؟ پالاک از ایده تو برای جشن خیلی خوشم اومد. میتونی کمکم کنی لطفاً؟ حتما خانم. ایده تو خیلی خوبه. من میخوام این اتفاق قشنگ برگزار بشه. خیلی قشنگ. مطمئنم قشنگ میشه. همون جوری که شما ریتویکو خیلی دوست دارین، مراسمتونم خیلی خوب برگزار میشه. نگران نباشید. خیلی خوبه. ممنونم. عزیزم ما میخوایم بریم خونه شیتا. تو هم برو اونجا، لپتاپ تو با خودت ببر. شیتا میخواد کارتای عروسی که خانواده بیور میخوان بفرستن و ببینه. یادت نره ها. منتظرم. لپتاپ چرا اینجاست؟ من اینجا نذاشته بودم.
پالاک به چی فکر میکنی؟ چیزی نیست. آروم باش. از بس خوشگل شدی میخوام بزنمت. ای بابا این عروسی پسرمه، مثلا باید عجله کنی. زود باش دیگه. آره بابا مامان تو اتاق نشسته و در رو خودش قفل کرده. فکر کنم برای جشن سانجیت سورپرایز داره. آره همینطوره. سورپرایز خیلی قشنگی هم داره. برای شما یه سورپرایز خیلی خوب تدارک دیده، فقط باید صبر کنید ببینید. خب بگو سورپرایزش چیه؟ دیگه بهتون بگم که دیگه سورپرایز نیست. کمرت درد میکنه. گوش کن دیگه تمرین رقص نکن. امشبم دیگه نمیرقصیم. به نظر من تا عروسی ریتویک نرقص بهتر نه 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 این عروسی ریتویک باید حتما تو جشنش برقصیم. این همیشه رقصمون درجه 1 میشه. مسکن قوی میخورم که درد کمرم آروم بشه بتونم برقصم. هیچ وقت عوض نمیشی. خیلی خوب. وایسا ببینم اینجا خونه شیتاست؟ آره میدونستم. چرا منو آوردی اینجا؟ اگه میخوای شیتا رو ببینی باید تنها میومدی. چرا منو با خودت آوردی؟ بعد از اتفاقی که افتاد نمیتونم تنهایی با پدرش رو در روشم. تو بهترین دوست منی. بیا من چی کار میتونم بکنم؟ مگه پدرش زامبیه؟ از چی میترسی؟ میخواد تو رو بزنه یا بکشه؟ تو هم که امروز وقتت آزاده. میدونی که شیتا از صبح به تلفنش جواب نمیده؟ من فقط یکم باهاش حرف میزنم. بیا. با این اخلاقت نبایدم جوابتو بده. این چه وضع کار کردنه؟ عکسایی که من انتخاب کردم و با این مقایسه کن. لطفاً سریعتر اصلاحش کن. زود باش. سلام پالک. درستش کن دیگه. سلام. شیتا به من نگفت که شما میاین. چیزی شده؟ امیدوارم همه چی خوب باشه. سلام عمو. سلام عمو. سلام. از این ورا؟ آره عمو میخواستم با شیتا حرف بزنم. واقعیتش اینه که خیلی از دست من ناراحته. به من چند بار زنگ زده و برام پیام فرستاده اما من نتونستم بهش جواب بدم. یعنی شما هنوزم از دست هم ناراحتین و تو میخوای آرومش کنی؟ خب این مشکلی نداره. پالاک ببین ریتویک چیزی نمیخواد؟ چشم. تو با هم بیا. چایی؟ نه ممنون. حدس میزدم. خب آب میوه، قهوه یا چیز دیگه ای؟ راستش من یه چیزی دارم. این شیرینی برای عروسی تو و عروسی بهترین دوستم و دوست خودته، واسه همین باید بخوریش. ممنون. صبر کن یه لحظه. اینم ببر لطفا. میخواستم یه چیزی بپرسم. روحیت به خاطر مشکل مالیاتی اومده بود اینجا؟ نه گمون نمی کنم. فکر کنم اون مشکلش دیگه حل شده. البته 2-3 باری باید بره اداره مالیات ولی بعدش فکر نکنم مشکل دیگه پیش بیاد. خوبه. لطفاً عجله کنید بعدم برید اونور. یه ذره از این نخواهی این ور رو بردار. خب وای آقا دومات چی شده که اومد اینجا؟ زود باش راستشو بگو. من اومدم که با شیتا حرف بزنم. وای چرا میخوای ببینیش؟ نمیشه. داستان اینه که خانومم از دست من ناراحت. اومدم که آرومش کنم. خیلی خوشحالم کردی. شب جشن دارم. خب اونجا میتونی باش حرف بزنی. بهت پیشنهاد میکنم براش یه کادوی کوچیک بخری تا سریع از دلش در بیاد. اینجوری به من نگاه نکن. این یه چیزیه بین تو و خانومت. تازه موقع عروسی بهتره که ما ساکت باشیم. درسته؟ پس برو باهاش حرف بزن. نه اصلا اینجوری نیست. به تلفن‌های شیتا جواب دادی؟ نه پس باید مجازات بشی مگه نه؟ آره من خواهش میکنم. شرمنده. این همه راه اومدم هر مجازاتی که بگی قبول میکنم. فقط اجازه بدید خیلی ببینم. خوب باشی. آره. همه حواسشون جمع باشه. الان قاضی میخواد مجازات تو اعلام کنه. مجازات شما اینه که شما میتونید شب همدیگر رو ببینید. فهمیدی عزیزم؟
باشه خوبه، ولی من دومادم، باید به دومادم برسیم. آره طبقه پایین به شما میرسیم. اینجا شما کاری نداریم. باشه ایرادی زود نداره. باشین بریم. یالا برو پایین. خیلی فهمیده است. ببین قبول کرد. آفرین قبول کرد. موبایلم کجاست؟ اینجا گذاشته بودم. چرا تو الان نرفتی بمبئی؟ چند روز دیگه میرم. چرا از دستم ناراحتی؟ از وقتی که هم دیگر رو بوسیدیم بهم گفتی که حسی نداشتی، اما انگار خیلی تحت تاثیر قرار گرفتی. باید خوشحال باشی، باید حالت خوب باشه. چرا رفتارت با هم عوض شده؟ میشه منم اینو ازت بپرسم؟ تو هم یه جور دیگه ای داری با من برخورد میکنی. من اول پرسیدم. درسته، من عصبانیم چون نمیخواستم اون اتفاق بین من و تو بیفته، ولی الان خوشحالم. امروز روز عروسی بهترین دوستم شیتاست. خیلی خوشحالم. راستش داشتم فکر میکردم رو کدوم آهنگ برقصم. میتونی بهم یه پیشنهاد بدی؟ این عروسی تو هم هست. منم یه زمانی بهترین دوستت بودم. باید تو عروسیت برقصم دیگه. نظرت چیه؟ منتظر رقصیدنتم. این که الان اینجا نبود.